آقای زیگدری یه معلم بود تو دبستان حاج قزان. همیشه هم اصرار داشتیم زود بیاد سر کلاس، مسخره در نیاری، مثلا درس کنی اینا. یه روز دیر میاد سر کلاس. یعنی ای آقا زیگدری کجا بودی؟ تو بشینید تو براتون میگم چطور شد. جونم براتون بگی. صد چهاره زدن من ثوابشون بیام مدرسه حاج قبا. یادیم چهار ریختن دورمون. یه پارچه پناه خدا بستن رو صورتمون و انداختم توی ماشین، یا ماشین لغت تو مشتی هم بهمون زدن و ما نفهمیدیم کجا دارن میبرنمون. دیگه ما رو برداشتن بردن. یا چشمون باز کردن، یا دیگه یکی روی صندلی نشسته گفت آقای زیگلری شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتم شما؟ گفت منم رضای نوابی یادت نمیاد که تا آخر میشستم بهم میگفت خلافکار میشدی؟ من حال شدم خلافکار رئیس دوزه هست، ولی شما رو اشتباهی گرفتن، ولی ما هم دیگه چون شما اینجا رو دیدی نمیتونیم کاری بکنیم. دوباره چشمون بستن و فرستادنمون. رفت ما نفهمیدیم خدایا کجا هستیم. و بودیم تو باند فرودگاه هستیم. یا از برج مراقبت اعلام کردن آقای زیگلری ببر هواپیما لت نکنه. تو ما دویدیم میبر نمیدونیم چطور شد توی هواپیما سر در بردیم. حالا ما کشون سوال پرسون از یهو ببینیم خدایا کجا بریم کجا نریم. تو دیدیم خلبان هواپیما اومد آقای زیگلری شما این چی کار میکنید؟ گفتم شما؟ گفت منم رضای عدالت یاد نمیاد که اول میچستم. گفتم رضای عدالت تخم سگ چقدر بزرگ شدی. گفت ها درس خون شدم و خلاصه خلبان شدم. حالا از او تعارف تا استاد هست شاگرد نمیشینه پشت فرمون کلید دورشی پشتش. حالا ما که بلد نیستیم خونه تا عباد بشین هواپیمات بلند کن کارت. خلاصه ما سوار شدیم و او هم رفت پشت فرمون نشست هواپیما رو بلند کرد. یکی کردن دو تو هوا خدای نمیدونم بین اقیانوس اطلس بود نمیدونم آرام بود. یهو صدا زدن آقای زیگلری کابین خلبان. ما دویدیم رفتیم گفتیم چطور شده؟ گفتن آقای زیگلری خلبان نقص فنی پیدا، نه خلبان هواپیما نقص فنی پیدا کرده. ما هستیم و یه چتر نجاتی، او هم به پاس 30 سال خدمت شما مدرسه حاج قبا میدیم خدمت شما بفهم بپر پایین، ما خودمون یه کار میکنیم برای مسافرا. خلاصه آقا به ما چتر نجات دادن، ما پرت کردن پایین و هواپیما رفت و یه چند متر ورتر دیدیم صداش اومد خورد زمین و از بین رفت. خلاصه ما دست شنا کنون همینجور اومدیم دیدیم یه مش کوسه دورمون جمع شد. حالا از یکی از کوسه های در گفت آقای زیگلری گفتم شما؟ گفت من یادت نمیاد یه 30-40 سال پیش بود لب بندر عباس لب دریا من گرفتی یه تیل ماهی بودم آزادم کردی، حالا شدم کوسه بزرگ شدم. گفتم تخم سگ چقدر بزرگ شدی. خلاصه این کوسه ها میخواستن بیان ما رو بخورن، هی ای با بالش میزدشون ما رو سوار کرد، ما پشت بالش نشستیم و بردمون یه جزیره ما رو بیاد که دو دستم برامون تکون داد. خداحافظ خدا آدم غروبم بود. ما رومون چهد میبردیم یه مش درخت نخلی از تو کوه و مو هی سیخ و نیزن که بیاد بالا باکون با تا جزیره آدم کارا هست. اومدن ریختن ما رو گرفتن باکون با کنون و بودن و پیش رئیس شدم. یه آقای زیگلری گفتم شما؟ گفت منم لولو اسفندیاری یادت نمیاد؟ گفتم لولو تخم سگ چقدر بزرگ شدی. خلاصه این لولو اسفندیاری هم اومد گفت که ما شما رو نمیخوریم آقای زیگلری. به هر حال استاد گفتن شاگرد گفتن یه درختی برای ما کندن، یه دو ما هم توش تراشیدن با همین مغار و چیای خودشون. خلاص ما رو سوار قایق کردن، یه بادمونی هم برامون ساختن فوتش کردن. ما کجا در اومدیم؟ بین جنگ ایران عراق خلیج فارس. از اون ور صدام موشک و راکت بزن که اوی زیگلری رو بگیرید، از این ورم خمینی اوی زیگلری از دستمون در نره. حالا ما بین این موشک ها اینجا خالی میدادیم میخوردیم، یا یکی از این ما رو کشید پایین ورمون داشتن بردن و پیش صدام. گفتم صدام تو مردی؟ گفت آقای زیگلری. گفتم شما دیگه کجا بودی شما؟ گفت منم صدام حسین دانشجو مهمان از عراق اومدم انداختی پدر سگ پدر. گفتم صدام تخم سگ چقدر بزرگ شدی. خلاصه ما رو انداختن توی یه زندانی، ما بودیم و یه قاشق چای خوریم کندیم ترمینال شماره 13 شیراز اومدیم بالا. حالا از اونجوری چم کرایه نداشتیم خاک خوری دیگه. خلاص این راننده ها هیچ جا رو زدن آقای زیگلری. گفتم حوصله هیچ کدومتون ندارم، کار دارم کلاس دارم دانش آموزام مهم دارم.
دیگه ما هم با یه بلیط خط واحد اومدیم رسیدیم اینجا خدمت.